آیه 4 سوره بلد به نظرم فوق‌العاده است. خدا قسم میخوره به کعبه، شهری که پیامبر درش زندگی میکنه، و در آیه بعد قسم میخوره به آدم و تمام پیامبران بعد از او و بعد میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. همانا انسان را در رنج آفریدیم. و شاهکار این آیه در کلمه کبده. کبد مفسرین میگن به دو معنیه، هم به معنی رنج و سختیه، هم به معنی استواری و راستقامتیه. یعنی میگه ما انسان را در رنج آفریدیم و بلافاصله میگه او توان تحمل این رنج رو داره، ما به او عطا کردیم. من میگم ما نمیتونیم کاری کنیم که پرنده های غم بالای سر ما پرواز نکنن، ولی میتونیم کاری کنیم که پرنده های غم روی سر ما آشیانه نسازن. گاهی وقتا ما انقدر به یک در بسته خیره شدیم، اندوهگین، که درهای باز دیگر رو نمیبینیم، امکانهای موجود دیگر در صحنه رو نمیبینیم.